خب برای شروع مولاژ میایم چیکار میکنیم؟ میایم روی پارچمون، خب که پارچه من میگم متقال هست، در واقع یه سری خطوط رو با هم مشخص کنیم. یه خط میکشیم 2.5 سانت، حدود 2.5 سانت از لبه پارچه میایم داخل. یه مستطیل من در آوردم، قدش و اینا مهم نیست، فقط اگر میخوایم یه مقدار دقیق داشته باشین از قسمت جلو خب تا پهلو رو اندازه بزنید، چون میخوایم دامن درست کنیم. قسمت فقط هم جلو، از قسمت جلو تا پهلو رو اندازه بزنیم با متر، هر اندازه که بود یه 10 سانتی بیشترش در نظر میگیریم. از نظر قدی هم همینطور، قد دامن رو اندازه میزنیم، هر چقدر بود از بالا و پایین اضافه میزنیم، یا کلا یه مثلا 5 سانت 10 سانت بهش اضافه میکنیم برای برشی، چرتی، جادوختی، چیزی که اگه بخوایم بزنیم. خب یه 2.5 سانت از لبه پارچه فاصله میگیریم و میام چیکار میکنیم؟ این 2.5 سانت میشه در واقع خط سی اف ما. خب خط سی اف ما که با خط سی اف این قسمت در واقع قرار مچ بشه. از بالا هم همیشه میایم پایین. در واقع ما نمیایم مثلا این خط کمرمونه داخل مولاژ، خط کمر اینجوری با خط کمر مانکن یکی کنیم، نه، باید یکم فاصله اون بالا بذاریم، حالا 2-3 سانت. خب این 2-3 سانت برای چیه؟ برای چرت زدنه. خب چرتای عمودی میزنیم تا در واقع قشنگ پارچه روی تن مانکن بخوابه. این قسمت رو سوزن بزنید. بچه‌ها من سی اف رو روی مانکن سوزن زدم. خب حالا می‌خوایم بریم سمت پهلو. من نمیام اینو بچسبونم اینجوری و بعد پهلو رو فیکس کنم، این اشتباهه. دامن‌های به اندازه ساسون یه فضای آزادی دارن، پس میام چیکار می‌کنیم؟ یکم در حد 1-2 سانت به فضای باسن، اصلا باسن رو در نظر می‌گیرم. خب قسمت باسن رو در نظر می‌گیرم، خط باسن، این باسنش مشخصه، من دیگه خطش رو مشخص نکردم، شما مشخص کنید. خب من قسمت باسن رو مثلا من فرض کنید این حالت چسبیدشه، یکم بهش آزادی میدم، این آزادی توی کمرم میاد، یعنی صاف از باسن میره بالا. خب که در واقع این آزادی به خودتون بستگی داره، به جنس پارچه‌تون بستگی داره. و میام چیکار میکنم؟ این فضای آزاد رو در نظر میگیرم، به عنوان آزادی دامن و سوزن میزنم. همین رو صاف تا بالا میکشم و روی پهلو یه سوزن میزنم. خب رو پهلو یه سوزن میزنم. نگاه کن یه فضای آزادی اینجا درست شد، به خاطر فضای آزاد اینجا که گفتیم دامن کیپ کیپ نباشه، طرف میخواد حرکت کنه که آزادی داشته باشه. خب اینو به صورت من ساسون جمع میکنم. خب دقیقاً مثل الگو. حالا کجا جمع میکنم؟ تو خط برش پرنسسی من میام اینو به صورت ساسون جمع میکنم. شما میتونید این تمام این فضا رو در یک ساسون جمع کنید، میتونید در 2 تا ساسون. مثلا من یه بخشیش رو روی این میگیرم، خب یه بخشیش رو روی این، یعنی بین پرنسسی و پهلو، این میشه ساسون کوچیک. هرچی حالا اون فضا بیشتر باشه، مثلا فضایی که گذاشتیم بیشتر باشه، در واقع فضای بیشتری برای ساسون خواهید داشت. و یه نکته دیگه میخوام بهتون بگم، در کسایی که گودی اندامشون خیلی زیاد، گودی این قسمت گودی کمرشون زیاد، باسن بزرگی دارن، من فرض کنیم برای باسن یه فضایی بزنم و این بره بالا، فضای بیشتری مسلما اینجا خواهیم داشت، چون گودیشون بیشتر بوده نسبت به باسن. خب و در نتیجه اینجا هم ساسون‌های بزرگتری خواهیم داشت. خب و ساسون‌های بیشتری خواهیم داشت، یعنی معمولا برای اندام معمولی مثل این یک ساسون کافیه. خب حالا بعضی این همین ساسون رو برای افراد معمولی هم بعضی الگوها نصف میکنن، اما هرچی اندام گودیش بیشتر باشه اینجا فضا بیشتر اضافه و در نتیجه ما به 2 تا ساسون احتیاج خواهیم داشت. خب این میشه در واقع من همین رو تا پایین از خط باسن تا پایین امتداد میدم، پایین قد دامن. خب و خط پهلو هم اینجا مشخص میکنم، این به این شکل. نکنید از باسن به سمت من یه ماژیک بیارم. خب نگاه کنید از باسن، از کمر میزنم به باسن، یکم گودی داره. خب و بعد صاف میام پایین، اینو تا قد دامن هر جا هست اندازه میزنم. نگاه کنید این آزادی که گذاشتم تو کل دامن پخش میشه و قد دامن هم مشخص میکنم. این میشه برای جلو. برای بالا، برای اینکه این گودی ها، این در واقع برآمدگی ها از بین برن، میام همیشه توی مولاژ چرت میزنیم تا پارچه در نقاط منحنی قشنگ روی تن بخوابه. خب حالا من این رو از الگو از مانکن در میارم. خب بچه‌ها نگاه کنید، من پارچه رو از مانکن در آوردم. خب قشنگ جای ساسونا، این الگوی جلوی دامن، خب جای ساسونا همه چیزو با این مثلا نگاه کنید، این ساسون بزرگ جلوئه که میتونید مقدارش رو روی مانکن پخش کنید، همه‌شو اینجا نگیرید. درسته؟ مثلا نمیخواین یه ساسون بزرگ داشته باشین، میخواین 2 تا ساسون داشته باشین، پخشش کنین، یکم بین 2 تا میگیریم و جاشو توی مانکن مشخص میکنیم و علامت میزنیم. خب اینم که نگاه کنید خط قشنگ پهلوه، اینم تا پایین میشه در واقع این شد الگوی جلومون، که الگوی جلو رو من میام در واقع میچینم با جادو
با یه 2 سانجا رو من این الگو رو، این بالاش هم احتیاج نیست، فقط در حد 1 سانت اضافه است. به همین روش برای پشت هم الگو در میاریم. سی بی رو مشخص میکنیم، در واقع خط باسن رو مشخص میکنیم، اینجا رو مشخص میکنیم، ساسونا رو مشخص میکنیم و در واقع الگوی پشت هم در میاد. به همین سادگی.